بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم بینندگان عزیز و گرامی. قبل از همه از پروردگار با دعا تمام عزت و برکت و سعادت دائمی و ابدی را با دعا از پروردگار برایتون تمنا میکنم. همیشه عزتمند و سربلند، کامیاب، موفق و سعادتمند باشید. موضوع امروزه مستقیم ما این است که آداب معاشرت با دیگران از نظر دینی مبین اسلام. دینی مبین اسلام به ما چی توصیه می‌دهد که ما با دیگران چی معامله داشته باشیم؟ در این موضوع صحبتی داریم. خواهش میکنم که لحظه اول یا که چند دقیقه اول صحبت رو گوش کنید. خب اگر در دوام صحبت سوالی پیدا شد، پس شما میتوانید مستقیما سوال خود را بدهید. برنامه مستقیم هست، ما میتوانیم با سوالهای شما انشاءالله به قدر امکان جواب بدهیم. حالا خداوند عزوجل میگوید استعذ بالله و قولوا للناس حسنا. شما میگوید همیشه با دیگران در معامله و معاشرت این همیشه شما نیک بگویید، بد نگویید. نیک معامله باشید، بد معامله نباشید. همیشه خیرخواه باشید، بدخواه نباشید. چرا خیرخواه باشید میگوید بدخواه نباشید؟ چرا که تمام خواسته های انسان برای خود انسان برمیگردد. اگر بدخواهی کردید، حالا بدخواهی به کی؟ به هر نفری نباشه، حتی به دشمنت. بدخواهی به هر انسانی. و متاسفانه دیروز یک برادری آمد از معامله بدی همسرش شکایت کرد که هرچند که برنامه صحبت کتاب موضوع حدیث آیت میبرم، میگم زنک جان خب بینه خدا رسول خدا چنین میگوید معاملات رو نیک کن. دایم در اول هر جمله اش پدر لعنت میگوید، و فرزندان پدر لعنت میگوید، به شوهرم پدر لعنت میگوید، به خانواده‌ام پدر لعنت میگوید. یعنی دویم لعنت میگوید. مشکلی در اون است که اگر 18 ساله یا 20 ساله اگر شوهر کرده باشد، همون 20 سال پدر لعنت شنیدگی که هست، 20 سال دیگر ولی پدر لعنت میگوید، بعد ممکن اصلاح شود. 18 سال پدر لعنت شنیده باشد و گفته باشد، 18 سال دیگر در کار است که اون پدر لعنت گویی رو بس کند، بعد با آداب و با اخلاق مسلمان شود. چرا مسلمان لعنت نمیگوید؟ چرا من گفتم بعد 20 سال ممکن یا بعد 18 سال مسلمان شود؟ چرا که مسلمان لعنت نمیگوید. لعنت این بدترین کلمه هست که حالا بسیار انسان یا بعضی از انسان، حتی مادر یا پدر گفی اولش گفی عادیش پدرنلت یعنی پدرنلت چیش همون پدر لعنت است. لعنت گفتن میدونید چی هست؟ عذاب پروردگار، محروم شدن از نعمت ها. لعنت همین است. پدر لعنت یعنی از رحمت الله تعالی محروم شدن. پروردگار از رحمتش محرومت کند. این معنی رو دارد. بسیار دشنامی حقارتی بد است. حالا بسیار اهمیت نمیدن به فرزند خود. بعضی پدر رو این پدرنلت ترس، پدرنلت ترس، عادت کرده است. فکر میکند که هیچ اهمیتی ندارد یا گناهی نیست. گناه است. چرا در ما از قدیم میگویند که چاهکن زیر چاه است؟ لعنت گفتگی به لعنت مبتلا و گرفتار می شود. حالا دیروز برادر شکایت کرد، گفت که چنین است و چنین، یعنی جزئیات خونه، یعنی زندگی کس رو نگویم. در عموم
وقتی که پدر لعنت یا لعنتی، یعنی لعنت رو خواستن برای فرزندی خود، یعنی غضب پروردگار بود میگوید بر تو. لعنت یعنی چی؟ غضب الهی بر تو بود فرزندم، این معنی رو دارد. احتیاط باشید مادرای عزیز، پدرای عزیز. هیچ وقت فرزند شوهرش رو دوی پدر لعنت میگفته است. میدونید شوهر رو پدر لعنت گفتن زن مثل این که مادرش رو پدر لعنت بگوید، پدرش رو پدر لعنت بگوید. مثل همین است. وقتی شوهر رو پدر لعنت میگوید، پدر و مادرش رو لعنت گفتن میشود. چرا؟ حالا حتمی اون نکاح کردن، مسلمان هستن. وقتی که نکاح کرد، زن هنگام نکاح چی میگوید؟ میگه تن نفسم بخشیدم. وقتی که زن میگه تن نفسم بخشیدم، تمام مسئولیت، تمام احترام، تمام قدردانی، تمام خدمت پدر و مادر از دوش پدر و مادر برمیگردد میاد به دوش شوهر. این بسیار شوخی و بازی نیست. حالا همینایی که شوهر رو پدر لعنت میگن و آزار میدین و ضرر میرسونند و بدخواه هستن و غیبت میکنن و کارشون غیبتی شوهر است، برین خونه باز میرن در هم خونه زندگی میکنن، در هم جوگای هم شوهر باز خوب میکنن. کجا هست وجدان؟ کجا هست ایمان؟ کجا هست فراست انسانی و مسلمانی که در کوچه و در بخیش و با خوب دختر خاله و دختر اپا و خواهر و دیگر فقط شوهر رو غیبت میکند، باز میره در هم خونه و در هم جوگای هم شوهر باز خوب میکند. و کجا هست ایمان؟ کجا هست عقل و فراست؟ حتی مسلمان هم نباشید، همین فراست انسانی کجا هست؟ تمام احترام و قدردانی و خدمت و دیگر همه از دوشی، یعنی از زیمه دختر میبروید. این همه خدمتش با کی میباشد؟ با شوهر. حالا اگر پسر چی زن گرفته باشد چی زن نگرفته باشد، اگر خدمت پدر و مادر رو نکرد، عاق پدر و مادر می شود، عاصی می شود، گناهگار می شود، بی برکت می شود. اما دختری که شوهر نکرده باشد، خدمت مادر پدر رو نکند، در خانه پدر و مادر است مدام، حالا شوهر نکرده است، تن نفسش به دیگر نبخشیده است، اگر خدمت نکند عاق پدر و مادر است، بی برکتی، نحسی، کسرتی، کسافتی، تمامی دنیا بالای سرش میآید. اما اگر گفت تن نفسم به فلانی بخشیدم، اگر دختری شوهر کرده دیگر پدر رو مادر رو حتی عیادت نکند، خدمت نکند، اون طرف میلش خدمت نکند گناهگار نمی شود، خدمت نکند گناهگار نمی شود، حتی عیادت نکند گناهگار نمی شود. مادامی که شوهرش اساسناک مادامی که شوهرش اساسناک چکار نکند؟ من کند، اساسناک من کند، نرود عیادت پدر و مادر نرود، آسی نمی شود. اما خود نخواهد زیارت عیادت یا که زیارت پدر و مادر یا حتی عیادت پدر و مادر، یعنی بیمار رو عیادت کردن، پدری بیمار مادری بیمار رو عیادت نکردن اختیاری، زن گناهگار می شود، زن شوهردار. لیکن شوهرش با سببی با عذرهای شرعی اگر نمیگذاردش، در اینجا گناهگار نمی شود. خدمت نکردن گناهگار نمی شود، عیادت نکردن پدر و مادر بیمار گناهگار نمی شود، عاق پدر و مادر نمی شود. از عاق پدر و مادری عاق شوهر بدتر و گناهش عظیمتر است. خواهرای عزیز، مادرای عزیز، احتیاط کنید. میدونید بعد در نتیجه چی می شود؟ همونایی که همیشه شوهر غیبت میکنن، پدر لعنت میگوین، بد میگوین،
و بعد میبرن اخیر همون فرزندایی که دوی پدر لعنتش، دوی میگو غضب الهی بر تو بود، کسرتی و نحسی و ناکامی و بدبختی تر در سری تو بود. بعد همون فرزند میبرند چند بکنه معامله کنید، فرزندا همون معامله رو با شما میکنن، میبرن در بیشتر خونه میپرتوین، سالش قطعی سراغ نمیکنن. خدا نشان ندهد. این یک طرف مسئله. طرفی دیگر دارد مثلا همونایی که با شوهر مصیبتی بد دارد، 100 بار میمیرد که بد بمیرد، عذاب سگ سیاه رو میکشد در زندگی تو، در عمر و زندگی و خصوصا در پیرانسالیش. چرا؟ وقتی که شوهر رو آزار میداد، شوهر رو پدر لعنت میگفت، تحقیر میکرد، اذیت میداد، غیبت میکرد، بد میگفت. میدونید خطرش در چی است؟ باز محروم شدن از جنت هم هست. تکرارم شاید یک بار دیگر تاکید میکنم، دختری که شوهر میکند تن نفسش میبخشد، دیگر تمام وظیفه هایی که باید پدر و مادر رو، خدمت هایی که باید به پدر و مادر میکرد، همه رو باید به شوهر کند. اگر نکرد چی؟ حالا این کار را که نکرد، گناهگار آسیش، گناهگار آسیش شدن با همین تمام نمیشه. اون کسرتی دارد، ناکامی دارد، نحسی دارد، بی برکتی دارد، بی مرشوی ها دارد، خور و ذلیل زیر پوشوی دارد. هر نکردنی امر شوهر، همچنانی که هر نکردنی امر پدر و مادر برای فرزند پسر یا دختر تو شوهر کردن، هر امری رو که انجام نداد آسی و گناهگار میشد، ناکامی ها بلوی سرش میوید. و هر نکردن امر شوهر بعد از ازدواج این زن به هر یک نافرمانیش عذاب و نحسی و کسرتی و کثافتی و ناکامی و خوری و ذلیلی و زیر پا بودن بالای اون زنی که نافرمان برداری میکند میارد. فکر نکنید که این دنیا به صاحب است، هر چی کردم میکنم، خودم چی میگویند، خودم وزیر طبعم رئیس، یا که چنین یک مثال هست میگویند. خب هر چی خواستم میکنم، هر چی خواستید میکنید، بعد بلا را میبینید. مسلمان هر چی خواستم میکنم نمیگوید. مسلمان میگوید که هر چی که خدا و رسول خدا گفت همون رو میکنم. هر چی که خدا و رسول خدا گفت در معامله و معاشرت با اپا و خواهر، با پدر و مادر، با اکا و دادر، با اهل و خانواده خسر و خشتامن، با شوهر و با فرزند، با همه مسلمان کوشش میکند که خدا و رسول خدا چی گفته است تا اینکه در زندگی ناکام نشوم، در پیری خور و ذلیل نشوم، در اون قبر تنگ و تاریک به یک چاه جهنم برایم نشود. انسان ها چقدر عمر میبینن؟ 60-70، اقلیت تا 100، انگوش شمار از 100 زیاد. بعد گجا، بعد زیر خاک. زیر خاک اون قبری تنگ و تاریک. اگر عملهای صالح نیک و خیرخواه بود، باغچه از باغچه‌های جنت است. پیامبر علیه السلام میگه هذا القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النار. پیامبر علیه میگه این قبر برای انسانی با ایمان، انسانی خیرخواه، انسانی نیتی نیک، قلبی صاف و پاک، عملهای صالح، خیرخواه، همیشه نیکی نکوکاری ها انجام میدهد. این قبری که در چشم شما تنگ و تاریک است به یک باغچه های از باغچه های جنت تبدیل می شود. باغچه های از باغچه های جنت. اگه انسانی بدی باشد به یک چاهی از چاه جهنم، نعوذ بالله، خدا نشان ندهد. بالا 60-70 100 سال عمر دید. چند سال است که این زیر خاک خواب است؟ 100 سال، 500 سال، 5000 سال، 8000 سال، 10000 سال. خدا نیک بیارد، خدا نیک بیارد. حالا اونی که 8000 10000 سال زیر خاک خواب است چی حال دارد؟ هر کاری که بالای خاک انجام داده بود همون عملش با اون انسان در اون زیر خاک است.
عملش با انسان در زیر خاک است. عمل انسان با همون انسان در همون زیر خاک 8000 سال 10000 سال است که عملهایش هست. برای همین مسلمان باید که احتیاط کار باشد، بیهوده نگوید. بیهوده پیامبر علیه السلام میگه یا نیک بگو یا خاموش باش، بد نگو. دانشمندان اسلام میگویند که هر سخنی که از دهانت میبراید برایت فرزندی، هر سخنی که از دهانت میبراید برایت فرزندی نیک است. نیک باشد فرزندی نیک است. از خودت هیچ جدای شوی ندارد. هر سخنی بد و لعنتی که گفته فرزندی بد است که از گلویت میگیرد و زیر پایت میکند. هیچ جدا شوی ندارد تا قیامت. این 10000 سالی که زیر خاک خواب است، اگر همیشه لعنت میگفت لعنتی پروردگار، عذاب و غضب پروردگار گرفتار است با گفته هایش. برای این فرانسوی میگه که زبانت رو نگه بدار که این زبانت رو در دنیا و آخرت خوار و ذلیل میکند. چقدر انسان ها هستن که از زبانشون خجالت نمیدونن چیکار کنن. زبانت رو نگه بدار میگوید. برای همین باید که مسلمان احتیاط کند. سخنی نیکی گفتند فرزندی نیکت هست. در همون قبرم باشد یا در پیری باشد بالای چشم دیده میبردارد. فکر نه که این فلسفه است یا که افسانه است. افسانه نیست، فلسفه نیست. این واقعیت است، این حقیقت است، این تطبیق شده هست. این رو حیات و زندگی و دنیا اثبات کردگی هست. انسانایی که همیشه نیک میگویند دعای خیر بر، همیشه با همه میگن خدا خیر پاداشت یاد، خدا خیر برکت یاد، رحمتی الله، رحمتی پروردگاری بود برد. نه این که لعنت، رحمت. ببینید هر چقدر ببینید تبیین نکنید، عقل دارید، فراست دارید، ببینید مردم رو، دشنامده و لعنتگو رو ببینید چی زندگی دارد، رحمتگو و خیرخواه رو ببینید چی زندگی دارد. با چشم سرخت. مسلمان ترازو دارد، مسلمان تشخیص دارد، مسلمان تحلیل دارد، مسلمان سنجش دارد. بسنجید ببینید، تو اینکه خور نشوید پیش از خور پیر شدن. بسنجید همه تمامی سخن و عمل یعنی سخن و عملی انجام داده اتون رو در ترازو بگذارید تو اینکه در پیری خور نشوید. حالا من گفتم همون خصوصا زنایی که شوهر رو غیبت و آزار و اذیت و ضرر رو دیگر میرسونن، خیانت میکنن، نعوذ بالله خیانت میکنن. خب خیانت به خودش، خیانت به فرزندانش، خیانت به خانه‌اش، خیانت به آینده‌اش میکند. بعد میبینید که 100 بار میمیرد که بعد بمیرد، 100 بار میمیرد که بعد بمیرد. در مردن هم سکرات موت جانی سگ سیاه رو میکشد. مردم سخت جانی یا سخت جان دادن رو میگن مثل سگ سیاه جان داد، نعوذ بالله. هفتهش خطیبه دیگر خر 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 تپر 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 تپر. میخواهید آسان بمیرید، سکرات موت آسان شود و پدر و مادر، زنها خصوصا به شوهر و پدر به همسر زنش و به فرزندانش نیکی و خیرخواه و مهربان باشد. سکرات موت را آسان میکنند. مناسبتی نیک با پدر و مادر برای پسران و برای دخترانی که حالا شوهر نکردن، مناسبتی نیک با پدر و مادر برای دخترانی شوهر نکردن، برای دخترهایی که شوهر کردن، زنهایی که شوهر دارن، مناسبتی نیک با شوهر، مناسبتی نیک با خسر خشدامن، با اهل خانواده، اپا و خواهر شوهر و اکا و دادر شوهر، معامله نیک مسلمانی و انسانی
از روی تقوا و پرهیزگاری به خدا ترسی سکرات موت رو آسان میکند، پیری رو با برکت میکند. در عکس حال سکرات موت رو سخت میکند، خدا نشان ندهد. پیری رو خوری و زوری و زیر ذلیلی و زیر پایی میکند، زیر پا میشوید. خیانت میکنید به شوهر، پیر شدید، خور و ذلیل و زیر پا میشوید، 100 بار میمیرید که بعد بمیرید. نگویید که این آرزوی من است، این واقعیت است، این حقیقت است، این گفته خدا هست، این گفته رسول خدا هست. این تجربه هست، این تجربه هست، با چشم سر میبینید. خصوصا من شخصا بشنوم که به جای 100 ساله، 102 ساله، 5 ساله تا 115 ساله زیارت کردم زنده ها رو و مادر 115 ساله هم جنازه کردم. همه فرزندا گذاشتگی نبیره ها این مادر رو پرورش میکردن. از همه همینو درس و سبق گرفتم. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال دارم ممکنه؟ او مرحمت. برنامه مستقیم است اگر در موضوع سوال داشته باشید. الو. اولا بای. نگفتم که حکم غیبت در اسلام چیست؟ سلامت باشید. خب همه این بزرگسالا از اینو یک حکمت، یک پندی، درسی، سبقی، عبرتی مسلمان باید سنجش تحلیل داشته باشد. کدامش خور و ذلیل است و کدامش کامیاب و موفق است. 135 ساله را هم دیدم مثل همین عادی ما، مثل جوانا شنیدنش، مثل جوانا شنیدنش مثل جوانا هست، عادی میشنود، صحبت میکند، فکرش در جوش. گفتم بابا این سلامتی و ماشاءالله چشم نخرد، این شنوایی و دیدن و فکر و اندیشه همه سالیم. گو حضرت به هیچ کسی ظلم نکردم، وظیفه و منصب‌های گوناگون داشتم، به هر کسی توانستم کمک کردم، به هیچ کس ضرر نرسونیدم. علیکم السلام و رحمت الله. جناب محترم شما یخشین سارین یخشین. الحمدلله سلامت باشید. ممکن است من روزی چه گپرسم؟ معلش. پیامبر صلی الله علیه و سلم خوب گپرشلی که انسان کنه که یخشه است و یمان است و نما دیگه پیامبر سلام شروع دیگه. سلامت باشید. دیگه سوال نیست؟ یا başka سوالınız yok mu? Ağzını saç geliyor. سلامت باشین. بله خوب. خب خب سوال اول این بود که غیبت کردن یعنی چی؟ قرآن میگوید که ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتة فکرهتموه. هیچ وقت همدیگر رو غیبت نکنید. آیا شما دوست می‌دارید که گوشت مرده ویران شده خراب شده برادرت انسان رو بخوری؟ ببینید چقدر قبیح است. حرامیش حرام، قبیح بودنش رو ببینید. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه. آیا شما دوست می‌دارید که گوشت مرده برادرت بود، گوشت فساد شده بوگرفته برادرت رو بخوری؟ احتیاط کنید، غیبت حرام است. مبادا اگر در روشی که نفهمیده چیزی گفته. غیبت یعنی چی؟ یک نفری رو در بارش سخنی میگوید که در اون شخص وجود دارد، در اون شخص وجود دارد. با شنیدن این گپی عیبی که در اون وجود دارد شما در بین مردم گفتید میشنود، میرنجد که همین عیبش رو در روبرویش گفتن جرأت نمیکنید یا که شرم میکنید گفتن. خب این رو میگوین غیبت. این حرام است. حالا کاری که در اون وجود نداشته باشد اون رو تهمت میگویند، چند باز عذاب و گناهش عظیم است. غیبت رو از تهمت فرق کردی؟
غیبت یعنی کاری در اون وجود دارد. خب فرض کردیم برای مثال چی بگویم؟ بگید که اون پکنه است، قامتش کوتاه است یا چشمانش کج است. واقعا هم یعنی قدش کوتاه است، واقعا هم چشمانش کج است. دیگه همین رو در بین مردم شما گفتید. حالا اون انسان شنیدگی با این میرنجد. این رو میگن غیبت. چشمش کج است، قامتش پست است. شما همین صفتی وجود داشته در اون انسان رو در بین مردم، در بین شناسا و رفیقا و خویشاوندایش آشکار گفتید. اینو میگن صفتی وجود داشته در اون انسان رو در بین مردم گفتید که با مجرد شنیدن صاحب سخن شخصی واقعی با شنیدنش میرنجد که چرا من رو کج گفت، چرا چشمانی من رو، خب دیگه خدا من خلقم کرده است، یا چرا من رو پکنه یا کوتاه گفت، خدا من خلقم کرده است، چرا میرنجد. ببینید که این عیب در اون وجود دارد. این رو میگوین غیبت. اما کسی رو بگید که دروغگو هست، مکار است، نیرنگ باز است، حیله‌گر هست، اگر نباشد این خصلت‌های زشت و بد در اون نباشد، این رو میگوین تهمت. عذاب و گناهش چند برابر زیاد است از غیبت، تهمت رو. و برادر با زبان ازبکی سوال دادن که کسی زیاد گپ زند آیا زیاد گفتن گناه هست؟ نه، مدامی که نیک باشد گفتنش. برای همین پیامبر علیه السلام میگوید که یا نیک بگوید یا خاموش باشید، یا نیک بگوید یا خاموش باشید. وقتی که انسان زیاد میگوید حتمی غلطی میگوید، خطایی میگوید، لغزش میکند. زیاد گفتن بیهوده قلب رو سیاه میکند، قلب رو تاریک میکند، نور قلب رو کم میکند، یعنی ایمان رو ضعیف میکند. وقتی که ایمان ضعیف باشد انسان چیکار میکنه؟ ایمان ضعیف باشد انسان به گناه زیاده میرود. ایمان قوی در قلب باشد، نور در قلب باشد، اگر به گناه رفتنی شد اون نور یا که اون ایمان قوی از اون داخل داد میزند که برادر یا که فلانی با این گناه نرو که به غضب پروردگاری مبتلا و گرفتار میشوی. چرا بعضیا از غیبت و از بهتان و از تهمت و از بدگویی دست نمیکشن؟ چرا که ایمانی ضعیف دارن، قلبشون تاریک است، در قلب نوری نیست. لبید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الو. و علیکم السلام. شنیده شدم. مرحمت. اگر سوال داشته باشید مرحمت. استاد یک سوال داشتم استاد. لبید. استاد همین با دست سلام کرد، دست به دست سلام کردن افضل یا اینکه همین دور هم خیلی السلام علیکم و رحمت الله گفته گذاشتن کدامش افضل باشه استاد؟ سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ نه رحمت خدا سلام. خدا خیر برکت موفق باشید. سلامت باشید. پیامبر علیه السلام میگه که حالا شما مدامی که یگون ویروس، یگون بیماری، زکام، هیچ چیزی نباشد، وقتی که میگوید شما دست به دست افشانی میکنید، دست هم دیگر رو مستحکم میگیرید، دست رو میلرزونید، گناه هر دو طرف مثل برگ درخت در فصل خزان میریزد. گناهی طرفه دست افشانی میکنید. دست افشانی محبت رو زیاد میکنه. حالا هر وقت که دید السلام علیکم تمام، یا که السلام علیکم، السلام علیکم 10 ثواب دارد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته 100 ثواب. قدر کلمات، یعنی السلام علیکم این یک عبادت است، اجر دارد. حالا هر کسی رو دیدی صبح بخیر، شام بخیر، روز بخیر، خیر خواهی است، احترام است، اما عبادت نیست، ثواب ندارد. دیگه گفتید السلام علیکم، السلام علیکم 10 اجر دارد.
حالا و علیکم السلام و رحمت الله بگوید اون 30 اجر میگیرد. اجر دارد، عبادت است. حالا گفتید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، 100 ثواب میگیرید. دست افشانی کردید، علاوه بر اون اجر و پاداشی که میگیرید، گناه طرفین هر دو که با نیت نیک، قلبی صاف و پاک، اظهار محبت، اظهار احترام میکنند به هم دیگر، دست افشانی میکنند یا آغوش میگیرند، گناه طرفین رو پروردگار به سبب این صمیمیت و این احترام و این قدردانی گناه طرفین رو میریزاند. میگوید در حدیث اومده که مثل برگ درخت که در خزان میریزد، گناه طرفین رو پروردگار طرفین رو از گناه پاک میکند. والله خداوند عزوجل میگوید که وقل لعبادی یقولوا التي هی احسن، میگوید همیشه شما نیکی بگویید. وقل لعبادی، ای محمد علیه السلام به بندگان من بگو، هی احسن، یقول التي هی احسن، سخنی رو بگوین که نیک باشد. چرا این نیکی گفتگیشون برای خودشون نیکی میارد و برای مخاطبشون نیکی میارد. حتی در جای دیگر میگوید که با غیر مسلمان با بهترین معامله و معاشرت و سخن بگو، معامله کن. بهترین تأکید میشود. این همه اجر دارد، برکت دارد. ولی حتی پیامبر علیه السلام رو پروردگار میگوید استعیذ بالله فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. میگه پروردگار با واسطه این وحی و این قرآن و مهربانی خودت، خیرخواهیت به امتانت، به اصحاب و یارانت، به اهل و خانواده و همسر و فرزندانت، با اصحاب و با همنشینانت، این معامله نیکی رو که پروردگار به واسطه این معامله نیکت برایت خیر و برکتی رو داد و همه اصحاب یار و اصحاب و اولاد و یعنی چیز محیطت رو در اطرافت جمع کرد، متحد کرد که برای به خاطر تو جان به جان دادن حاضر بدن. این همه در نتیجه چیز معامله نیک کرد. اگر معامله نیک نمی کردی میگوید همه از پیشت میگریختند. برای همین وقتی که خانه در اومدید، وقتی که خانه اتون در اومدید السلام علیکم، وقتی السلام اهل خانواده، همسرت، فرزندانت آغوش بگیر، السلام علیکم، از پیشونیش بوسه کن، مهربانی کن. این همه برایت برمیگردد. باز تأکید میکنم برادران عزیز، خواهران عزیز، هر کسی که میشنوید، با اهل خانواده و فرزند، حتی با همون فرزند نوزاد، متاسفانه کودک بدم میدیدم چند همسایه هایی رو که فرزند وقتی که میگیری شیر میده، دل جگرت بریزه، بخ زهری تنت شود. کودک که نوزاد نو میفهمن نه هیچ. بعد همون که گفت که زهر تنت شود، جگرت بریزد، بعد کلان کشید، بعد همون مادر زیر پا کرد. در نتیجه چی؟ همون گفته خودش. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مرحبا. از نگاه دین، از نگاه شریعت، بهترین مسلمان از نگاه اخلاقیات در نمیگه فهمونده. خب دیگه سوال نیست؟ بعد یک سوال دیگه بود. آیا سپاد شخصا هستن که اگر شب زور نماز میخونن، روزادار هستن، لیکن اخلاق خوب ندارن، همین چی هست؟ همون فایدهشون دارن همین عملشون؟ سلامت بشه. سلامت بشه. خب اونایی که شب و روزشون عبادت باشه لیکن اخلاق نداشته باشن، پس معلوم میشه عبادتشون قبول نشده است. اگر عبادت قبول شود تأثیر میکند به انسان. الو. السلام علیکم جناب محترم. علیکم السلام و رحمت الله. میگفتم که چرا رستگویی در معاشرت مهم است؟ سلامت باشید. خدا خیر برکت.
دیگر سوال نیست؟ خب حالا شب زنده داری کنه، شب عبادت کنه، روز روزه بگیرد، روزه بدارد، لیکن آداب و اخلاق نداشته باشد، پس چی فایده دارد؟ و انسان سجده سر در سجده میماند تا اینکه متواضع بودن، نرم بودن، حلیم بودن، بی‌ضرر بودن این رو بیاموزد، خاکسار شدن رو بیاموزد، اخلاق یعنی بی‌ضرر بودن رو بیاموزد از این سجده، از این عبادت. حسن بصری رحمت الله علیه میگوید که چیز اگر حالتت یعنی خصلت‌هایت پیش از رمضانت با بعد از رمضانت فرق نکند، روزت قبول نیست. قبل از سجدت با بعد از سجدت فرق نکند، سجدت قبول، نمازت قبول نشده است. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. از جناب خوبه سلام خوبه. بخیر برکتی سلام. یک سوال داشتم. مرحبا. مسخره کردن دیگران آیا جایز است؟ بعد انسان ها را میبینید فقط کارشان مسخره کردن است و حکمش از دیدگاه اسلام بیان میکردن. سلامت شیخ بخیر برکتی. زنده باشین. این هم اگر که تغییر ندهد، عبادتت تغییرت ندهد، یعنی حالتت، خصلت‌هایت پیش از حجت با بعد از حجت یک باشد یا که برعکس، یعنی برعکس اگر بدتر شود، پیش از حج یعنی مسخره میکرد، غیبت میکرد، تهمت میکرد، بهتان میگفت، دیگر حالا حج رفت و آمد دوچند شد، پس معلوم میشه که نه، هم یک خستگی میگوید که خر ایسا رو با مکه بردند و آمد هنوز خر باشد. مدامی که تغییر نیابد همون است، یک چرپایی که رفت و آمد همون است، هیچ فرقی نمیگه. نه حجش قبول است، نه حجش قبول است، نه طاعت عبادتش. همه این طاعت عبادت به خاطری است که آداب و اخلاق داشته باشید. قرآن در 1503 جا مسلمان رو به آداب، به اخلاق، به رفتار نیک، به عملهای صالح، به حلیمی، به نیکی، به نکوکاری، به نیک گفتن دعوت میکند. انگشت شمار درباره خود میگوید پروردگار، انگشت شمار آیات‌ها درباره طاعت عبادت است. 1503 جا عقل را استفاده کردن، آداب و اخلاق داشتن، انسانی مفید بودن، بی ضرر بودن، غیبت نکردن، بهتان نکردن، عذر ندادن، ضرر نرسانیدن، این همه قرآن سر تا سر از اول تا آخر توصیه و امر میکند که این همه رو چکار کنید، این همه رو در زندگی عمل کنید. و علیکم السلام. من یک برنامه مستقیم هستم، اگر در موضوع سوال داشته باشید بعدی 15 دقیقه من شما رو زنگ میزنم. من زنگ میزنم. خب در برنامه است. خب برای همین برادران عزیز باید انسان یعنی حذر کنند. قرآن میگه ولا یسخر، یعنی شما هرگز مسخره نکنید هم دیگر رو، شاید که اونی رو که شما تحقیر میکنید از شما بهتر باشد. خصوصا زنها رو تاکید میکند که همدیگر رو تحقیر نکنید، اونی رو که شما تحقیر میکنید مسخره میگویید، بد میگویید، شاید نزد پروردگار از شما بهتر باشد و این بدگویی شما سبب رسوایی شما در دنیا و آخرت شود. باید مسلمان حذر کند. مسلمان باید که از بدگویی، از غیبت، از مسخره کردن، از مزاح کردن، حتی شوخی هم باشد. دیروز یه جایی نشسته بودیم، یک محله نام نگیرم، یک محله رو میگن عادت شده است که نوزن رو باید که تحقیر کنند، باید که نمیدونم که سیاه دیگ بمولن و حتی تو حد اندازه ای که همون عروسی بیچاره را ترساندن، بیماری روحی شده است، حرام است، کسرتی دارد، کثافتی دارد.
نحسی دارد، عذابی دردناک است. برای مسخره کن، مزاح کن، بیهوده تحقیر کن. یعنی از این گونه رفتارها حذر کنید که این رفتاری بعد بالای شما می آید. انسان هر کاری را که انجام بدهد بالایش می آید. حالا پیامبر علیه السلام میگویند که چیز ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. یعنی چیز نرمی، آداب و اخلاق در هر کسی و در هر چیزی باشد، اون برای اون انسان آداب و اخلاق زینت است، برکت است، عزت است، سعادت است. و اگر از هر چیزی گرفته شود اون انسان رو به برکت میکند. وقتی که آداب و اخلاق در انسانی نباشد اون آدم، اون انسان به برکت است، اون انسان نحس است، اون انسان مضر است. همیشه باید که مسلمان نیک بگوید. ببینید در عرفیت مردم ما هم میگن که سخن نیک مر رو از هیلچه‌اش بیرون میکند. بیهوده نمیگوین این همه رو. با زنت، با شوهرت، با اکات، با دادرت، با پدرت، با مادرت همیشه نیک بگو تا اینکه پروردگار برات نیک بیارد. بعد گفتی برات بد میآید. حتی پیامبر علیه السلام میگویند که تبسمک فی وجه اخیک لک صدقه. یعنی لبخند زدن برایت صدقه است، اجر دارد. چهره شدن، تبسم کردن اجر دارد، برکت دارد. نه مبلغ صرف میکنید، نه هیچ، تبسم چهره میکشوید. برادری عزیز خوب هستید، خدا اجرت میدهد. حالا ببینید پیامبر علیه السلام در حدیث دیگر میگه لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یوقر کبیرنا. کسی که بر رحم و به ضعیف و ناتوان و مظلوم و بیچاره و بینوا و دیگر اگر رحم نمیکند و کسی به بزرگسال و موسفید و سالخورده و عالم و دانشمند و حاکم و دیگر اگر احترام نمیکند از گروه ما نیست. یعنی از مسلمانی کامیاب نیست، ناکام است. بعضی خصلت دارن فقط غیبت حاکم میکنن، غیبت وزیر و غیبت رهبر دولت و غیبت دیگر رئیس ولایت، رئیس ناحیه و دیگر، مثل اینکه کسی معاشش بدهد. برای این غیبت‌های برای این بدگویی‌هاش مثل اینکه میگوید که هم کسی معاشش میدهد که این همه فقط بدگویی میکنن. و با بدگویی حالت نیک میشود، باز هم بد میشود. امام مالک رحمت الله علیه میگه که من اگر دعای اجابت شونده میداشتم ذخیره میکردم برای حاکما، امیرا، یا به اصطلاح امروزه ما برای رئیسا و وزیرا و برای دیگران. از پروردگار هدایت، سعادت، کامیابی برایش، توفیق دعا کن تا اینکه اون هم نسبت مردمش، نسبت زیردستش مهربان شود. هر چقدر که زیردست نسبت حاکم بد بگوید، اون حاکم نسبت زیردست باز هم ظالم‌تر می شود. و با چشم سر دیدیم که همین حالت رو مردم بدخواه هیچ وقت نیکی رو نمی بینند و حاکم بدخواه مردم هرگز نیکی رو نمی بیند. باید هم مردم نسبت حاکم خیرخواه و هم حاکم نسبت مردم خیرخواه باشند. حاکم که حالا تجربه حیات زندگی اثبات کرده است، یعنی حاکم که مهربان و مشفق و مهربان و خیرخواه نسبت مردم میشد مادامی که مردم نسبتش خیرخواه باشند. فقط غیبت و بدگویی و تهمت و بهتان و دیگر گفتید، بعد اون حاکم برای شما بعد مشفق مهربان میشود، ظالم‌تر میشود. برای هم دعای خیر برکت خیرخواه. هیچ کس بیکمودی نیست، نه من بیکمودی هستم نه شما بیکمودی هستید. تصور کنید کی از بیکمودی؟ انسانی وجود ندارد کمبودی نداشته باشد، جامعه وجود ندارد کمبودی نداشته باشد.
پیشرفته ترین دولت ها رو ببینید که همون جامعه همون پیشرفته ترین دولت ها بیکمودی نیست. مهم و اساس مردم نسبتی حاکم و حاکم نسبتی مردم خیرخواه باشند. در همین صورت هم حاکم و هم مردم و هم حاکم کامیاب و موفق و عزتمند و سعادتمند میشوند. برای همین میگوید پیامبر علیه السلام که لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یوقر کبیرنا. کامیاب و موفق نمیشود، سعادتمند نمیشود کسی که رحم به زیردستان، به یتیم، بیچاره، بینوا، ضعیف، مظلوم رحم نکند. و هیچ قوم و ملتی کامیاب نمیشود اگر با علم و با دانشمند و داملا و با طبیب و با یعنی زیایی و معلم و حکیم و دیگر اگر خیرخواه نشدن مردم، هیچ وقت خیر و برکت رو نمیبینن. فکر میکنم که وقتی با اون وقت تمام شد. به هر حال پیامبر اساسا میگه که این صدق و برادری گفت که همین راستگویی. پیامبر اساسا میگه این صدق یهدی الی البر و این البر یهدی الی الجنه. راستگویی به نیکی میبرد انسان رو و نیکی انسان رو به جنت میبرد. مسلمان رو راستگویی به نیکی میبرد مسلمان رو و نیکی به جنت میبرد مسلمان رو. حالا سوال اومده است که میگوید که ما چیکار کنیم که مفید باشیم و آداب و اخلاق و معامله و معاشرت ما با دیگران نیک شود. یک تقریبا 20 من سریع میخونم در ذهن بگیرید. اینه که میخونم این همه توصیه های پیامبر علیه السلام است برای امتانش، برای مسلمان که باید در حیات و زندگی بعضیش از توصیه و نصیحت های حکیم و تجربه دارا و دانشمندای اسلام و بعضیش مستقیما از توصیه ها و حدیث های پیامبر علیه السلام است. یکم، وقتی بامداد هرگز خواب نروید. وقتی برکت و تقسیم رزق است. پیش از بامداد، بعد بامداد نیم ساعت حداقل خواب نباشید، بیدار باشید، در حرکت باشید. وقتی تقسیم رزق است، وقتی برکت است. هیچ گونه خوراک رو تحقیر و دشنام ندهید که بی برکتی میارد. همیشه عیادت بیماران بروید، برایتون برکت میارد. همیشه چشم خود رو پیش بگیرید، چشم چرانی نکنید به زن و فرزندان مردم، دختران مردم. چشم چرانی فکر میکنن بسیاری ها که گناه نیست، گناه عظیم است، بی برکتی میارد. قبل از خور رفتن حتمی جاگه خوابت رو یک بار تازه کن. اگر که اون چیزی باشه تکیده بعد خوب رو. خیلی مهم است. هرگز عصبانی نشو. کوشش ممکن عصبانی نشوی، غضب‌آلود نشو. چون که غضب عصب‌ها یعنی تورها یا رگ‌های عصب رو ضربه میزند. خدا نشان ندهد یا سکته قلبی یا سکته مغزی میشوید. احتیاط کنید. همیشه در سلام دادن کوشش کنید که اولین انسان شما باشید سلام بدهید که ثواب زیادتر بگیرید. سخن نیک بگو یا خاموش باش. اگر سخن میگویید تلاش کنید، کوشش کنید که نیک بگویید. اگر نیک نمیدونید خاموش باشید. از همه زیادتر احترام به مادرت قائل باش. احترام کن به مادر. به گرسنگان و نیازمندان غذا بدهید. همسایه هایت رو همیشه کمک کن. هر چقدر میتونید به همسایه ها نیکی انجام بدهید. این برای شما برکت، عزت و سعادت دنیا و آخرت میارد. هرگز غیبت نکنید که غیبت بی‌برکتی، نحسی، کسرتی و کثافتی میارد. اگر میتوانید دعوت هیچ کسی رو رد نکنید. وقتی که خانه‌اش دعوت میکند یا تویش دعوت میکند، امکانیت داشته باشید کوشش کنید که دعوتی
کرده رو جواب بگوید. به دعوت به جواب نماند مگر با عذرهای شرعی. همیشه در طهارت مسواک کنید که مسواک سبب سالمی دندان و حتی گرده و عضوهای درونی می شود. مسواک رو زیاد استفاده کنید. هرگز آب رو رستا ننوشید. آب رو نشسته و کنده کنده حداقل یعنی 3 بار یا 5 بار، زیاد باشد 5 بار یا 7 بار. آب رو همیشه نشسته و کنده کنده یعنی نفس گرفته بنوشید. یک بار آب رو ننوشید که گرده رو بیمار میکند. این حدیث پیامبر هم هست. و همدیگر تحفه بدید همیشه. اگر نوچیزم باشد، یک تحفه نوچیزم باشد بدهید. این سبب عزت و محبت و احترام همدیگر رو به وجود میارد. با همدیگر و با دیگران بخشنده و مهربان باشید. هیچ وقت ظالم نباشید. حتی پیامبر علیه السلام در حدیث میگوید که من دوست می‌دارم مظلوم باشم، ظالم نباشم. مظلوم بودن اجر دارد، ظالم بودن معصیت، گناه، بدبختی میارد. در گفتهایتان همیشه احتیاط کنید. از سخن احتیاط کنید. وقتی گفتید اون بر نمیگردد، اون رو دیگر نیست کرده نمیشود. گفتید، حالا در اول صحبت گفتم همین سخنی که گفتید برای شما فرزند است، اما با شما میباشد دائم. و همیشه تبسم کنید. تبسم دائمی قلب رو سالم میکند و قش قوق گرفتن قلب رو بیمار میکند. هم بیماری معنوی هم بیماری حسی. قش قوق زیاد ندوزید. همیشه چهرک شده باشید، تبسم کنید. این چند توصیه های از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود که به شما پیشنهاد کردم در زندگی عملی کنید. این سببی معامله نیکتون و کامیابی و سعادتتون در دنیا و آخرت می باشد. در آخر تکرارم باز از پروردگار برای هر یکی شما و پیوندان و اهل و خانواده شما عزت و برکت و سعادت ابدی رو با دعا تمنا میکنم. تا برنامه دیگر در پناه الله سبحانه و تعالی باشید. موفق و کامیاب و سربلند باشید.